سلام، خوبید؟ من اومدم یه ویدیو خیلی کوتاه بگیرم. یه سوالی از من پرسیده شده بود. من احساس کردم شاید من یه جایی رو بد توضیح دادم یا شاید این دوستمون بد برداشت کردم. من از این سوال 2 مدل برداشت کردم. هر 2 مدل رو میگم و جواب میدم. از من پرسیده بودن که چطوری برای بچه‌ها پذیرش گرفتیم. اول من برداشت کردم که ایشون فکر کردن که من با در واقع گرفتن پذیرش برای بچه‌ها اومدم اتریش. یه همچین کاتگوری کانادا داشت، نمیدونم الان داره یا نه، شاید داشته باشه هنوزم، که من خودم برای بچه‌ها میخواستم اونجوری اقدام کنم که ما یک مدرسه ای رو پیدا میکردیم تو کانادا، بچه‌ها رو ثبت نام میکردیم، باید به صورت آزاد پول میدادیم. فکر میکنم در سال حدود 12-13 هزار دلار ما باید پرداخت میکردیم برای هر بچه. به بچه‌ها ویزا میدادن و به یکی از والدین هم ویزای همراه میدادن که بچه‌ها رو همراهی کنن برای تحصیل توی کانادا. که اون زمان ما وقتی اقدام، یعنی من در حال پیدا کردن مدرسه بودم که گفتن قانون اومده که ممکنه به یکی از والدین ویزای همراه ندن، فقط به بچه‌ها بدن. خب اون موقع بچه‌های من خیلی کوچیک بودن، 6 ساله و 8 ساله بودن. گفتم که خب اگر این اتفاق بیفته چیکار باید بکنیم؟ گفتن شما میتونید بچه‌ها رو تنها بفرستین، اونجا خانواده‌ای هستن که در واقع دولت مثلا تاییدشون کرده و بچه‌ها رو ازشون نگهداری میکنن. من گفتم که اوکی، اگر یکی از والدین رو ویزا ندادن، بچه‌ها رو نخواهیم بفرستیم، چه اتفاقی میفته؟ چون ما باید بچه‌ها رو ثبت نام کردیم، پولش رو پرداخت میکردیم، بعد میرفتیم سفارت. گفتن اگر که بچه‌ها ویزا بشن هیچی، میتونی نفرستینشون ولی پولی بر نمیگردونه مدرسه بهتون، ولی اگر که بچه‌ها خودشون هم ویزا نشن اون موقع پولتون برمیگرده. که من این ریسکو نکردم، گفتم که حالا اومدیم و اصلا بچه‌ها ویزا شدن، خب من یه بچه 6 ساله 8 ساله رو مثلا بزرگترم بودن این کارو نمی‌کردم. با این روش میشد به کانادا مهاجرت کرد، اما همچین کاتگوری رو برای اتریش من تا حالا نشنیدم و اصلا ما با پذیرش بچه‌ها اینجا نیومدیم. من هنرمندی اینجا اومدم که اگر دوست داشتین کامنت کنین، من در مورد اقامت هنرمندی اطلاعاتی که دارم و در اختیارتون میذارم، چون اونم خیلی سوالای عجیب غریب از من میشه که حالا توی این ویدیو نمیگنجه. ولی من هنرمندی اومدم و بچه‌ها اینجا در واقع دارن میرن مدرسه‌شون اینجا تحصیل 8 سال اجباری. از ما پذیرشی نگرفتیم. یک برداشت دیگه من از این سوال این بود که شاید اصلا منظورش بود که چجوری ثبت نام کردین، یعنی چجوری مدرسه پیدا کردین، اون مدرسه رو اصلا پیدا کردین، بچه‌ها رو ثبت نام کردین. که اینو من تو ویدیوهای قبلی گفتم. ما وقتی اومدیم اینجا برگه میلدمون رو که گرفتیم از همون شهرداری شهرتون، اصلا لازم هم نیست خیلی دنبالش بگردین، از شهرداری بپرسین من بچه دارم میخوام بچه ها رو مدرسه ثبت نام کنم، کجا برم؟ به من گفت برو طبقه بالا، آموزش پرورش هست. من رفتم اونجا، برگه میلد، پاسپورت رو دادم، حتی هنوز کارت اقامتمون هم نگرفته بودیم ما. برگه میلد رو دادم، به من آدرس مدارسی که باید بچه‌ها رو میتونستم تو ثبت نام کنم و داد و ما رفتیم. و حالا تو ویدیوهای قبل گفتم که دیگه چه اتفاقاتی افتاد، دیگه حوصله‌تون رو سر نمیبرم. پس اگر که منظور این بود که چجوری پذیرش گرفتین تونستین بیاین، که اصلا ما پذیرشی نگرفتیم برای بچه‌ها. اگر منظورتون بود چجوری ثبت نام کردین، چجوری مدرسه رو پیدا کردین، هم گفتم دیگه باید برین بپرسین، خودشون آدرس مدرسه رو متناسب با محل سکونتتون بهتون میدن. امیدوارم که دیگه این مسئله حل شده باشه دیگه. اگه سوال دیگه ای هم بود بگید تا در واقع آپدیت کنم دیگه مسائل رو. مرسی که همراهین، خواهش میکنم لایک کنید، سابسکرایب کنید و اگر که هستن دوستانی که دنبال اطلاعات برای مدارس بچه‌ها، برای در واقع مهاجرت با بچه‌ها به اروپا میگردن، حتما ویدیوهای من رو براشون شیر کنید. مرسی، خداحافظ.